مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 26 ینور سال 2023 از آشکار شدن یک حالت غیر عادی قلابی با استفاده از نام یک فوند خیریه خبر داد. بنا به اطلاع نشر شده به شعبه وزارت کارهای داخلی 2 در ناحیه سینو با عریضه زن 40 ساله ساکن ناحیه یوون مراجعت نموده است که ماه یولی سال 2022 زن 36 ساله ساکن ناحیه جامی با روی فریب به باوریش در آمده خودش را همچون کارمند فوند خیریوی معرفی نموده از او 91,000 سومانی گرفته وعده داده است که در اساس حجت‌های معیوبی او را در حدود شهر دوشنبه با منزل استقامتی دوجلگی تامین میکند، اما تا حال وعده‌اش را اجرا نکرده مبلغ گرفته‌اش را برنگردانیده است. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. جزئیات دیگر این حالت مردم فریبی هنوز دسترس نیست. خود زن بازداشت شده هم برای شرح قضیه دسترس نیست. وقت‌های آخر در تاجیکستان موردهای قلابی افزایش یافته است. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی در نیمه اول سال 2022 در جمهوری 1144 حالت قلابی و نیمه اول سال گذشته 1481 مورد قلابی ثبت شده است، ولی شماره واقعی حالت‌های قلابی خیلی بیشتر است، چون که بسیاری از قربانیان قلابان به مقامات مراجعت نمی‌کنند.